سلام. در برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی خبرهای تاجیکستان و جهان رو پیگیری و پیشنهاد میکنیم. امروز 9 ینور است و برنامه رو من مومین احمدی گردانندگی میکنم. سرخط خبرها: دادستانی از دادگاه عالی خواسته است که چهره‌های معروف و سیاستمداران پیشینی دولتی تاجیکستان را از 23 تا 30 سال زندانی کنند. احمد ابراهیم، روزنامه‌نگاری بازداشت شده، در نامه بر رستم امامعلی پرونده‌اش را قصاص‌گیری نامیده از او کمک خواسته است. اتحادیه اروپا در اندیشه برداشتن تحریمات اقتصادی به ضد سوریه. احوال اقتصاد این کشور بسیار بد است. نماینده دادستانی از دادگاه عالی تاجیکستان طلب کرده است که چهره‌های معروف و سیاستمداران پیشینی دولتی تاجیکستان که با گمان غصب قدرت بازداشت شدند به سالهای طولانی زندان محکوم شوند. به اطلاع منابع رادیو آزادی طلب دادستان 8 ینور در مرافعه صدا داده است. همکارم کیومر سیاتا موضوع را پیگیری کرده. برای شرح بیشتر با ماست. کیومر سلام. لطفاً بگویید که دادستان برای چهره‌های شناخته چند سالی زندان طلب کرده است؟ دادستان برای سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشینی حزب دموکرات و همراه خان ظریفی سابق وزیر کارهای خارجی تاجیکستان 30 سالی زندان طلب کرده است. مطابق قانونگذاری تاجیکستان 30 سال این بلندترین جزا است و بعد آن شخص گناهکار را تنها به حبس ابد محکوم می‌کنند. نماینده دادستانی برای شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات 24 سال حبس طلب کرده است. همین طور دادستانی از دادگاه خواسته است که اکبرشاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی، عبدالفیض عطایی سردار پیشینی ریاست وزارت کارهای خارجی و احمدشاه کاملزاده معاون سابق رئیس حزب دموکرات را برای 23 سال روانه زندان کند. به اطلاع دریافتی ما بعد از طلب دادستان دادرس تنفس اعلان کرده است تا وکیلان مدافع و خود گمانبران پرونده برای ارائه سخن آخرین در دادگاه آماده شوند. دادستان همچنین خواهان آن شده است که نورامین غنیزاده و جمشید بایوف دو سرهنگ بازنشسته امنیت 26 سال زندانی شوند. بله. کیومرس، واکنش نزدیکان این افراد به طلب دادستان چی است؟ آنها چی گفتند؟ مومن، متاسفانه طور خودتان هم می‌دانید پیوندان چهره‌های بازداشت شده نمی‌خواهند آشکارا در این باره صحبت کنند و تا این وقت هم آنها هیچ سخنی نگفتند. تنها خویشاوند یکی از چهره‌های شناخته با شرط فاش نشدن نامش روز 9 ینور به رادیو آزادی گفت که طلب دادستان برای شخصان کلانسال برابر به حبس ابد است. نزدیکان گمانبران را دوام 2 ماه بررسی پرونده به تالار دادگاه راه ندادند و وکیلان مدافع هم از صحبت در این باره خودداری می‌کنند. برای همین جزئیات بسیار کم از مرافعه بر رسانه‌ها راه می‌یابد. خود گمانبران در این پرونده معروف در آخرین ماه دکمبر سال گذشته اتهام خیانت به دولت را رد کرده و از فشار مفتشان شکایت کرده بودند. بازداشت این افراد در ماه ایون سال 2024 بعد از دستگیر شدن سید جعفر عثمانزاده آغاز شد. بررسی پرونده 14 نوامبر سال 2024 سر شد و بعد از سخن آخرین گمازدها دادرس برای قبول قرار نهایی به خانه مشورتی می رود، ولی فعلا معلوم نیست که مرافعه نوبتی کی برگزار خواهد شد. تشکر کیومرس. یادآور می‌شویم که بررسی پرونده معروف به تبادلات 14 نوامبر سال گذشته آغاز شد و حالا ظاهراً به مرحله نهایی رسیده است. و خبر دیگر: احمد ابراهیم، روزنامه‌نگار بازداشت شده، در نامه بر رستم امامعلی رئیس مجلس ملی پرونده‌اش را ساخته خوانده از او دادخواهی کرده است. او گفته است مقامات عکس‌های محرمانه خانوادگی و مکاتبه‌های شخصی را علیهش استفاده کردند و ادوکت ندارد که از او حمایت کند. سردبیر نشریه پیک که ماه اوگوست سال گذشته در دفتر کاریش در کلاب بازداشت شد، به پاره‌دهی به کارمند کمیته امنیت ملی، تمجویی و افراطگرایی عیبدار می شود. او در نامه‌اش که به دست رادیو آزادی رسید میگوید به کسی پاره نداده است، تمجویی نکرده است و نه تنها افراطگران نبود بلکه عمر ضد افراطگرایان مبارزه کرده است. در تاجیکستان که دادگاه‌ها مستقل نیستند، متهمان به جنایت اکثرا برای دادخواهی از رستم امامعلی و امامعلی رحمان دادخواهی میکنند، ولی معلوم نیست که نامه‌ها تا کجا به دست آنها میرسند.
مقامات هنوز پرونده روزنامه‌نگار را شرح ندادند، ولی او در نامه‌اش گفته است که از 13 شاهدی که مقامات در پرونده او جلب کرده بودند کسی به ضد او بیانات نداده است. احمد ابراهیم از رستم موملی خواسته است که به پروندهش توجه کند، چون با زندانی شدن از چند منصبدار محلی حکومت را بدنام میکنند. احمد ابراهیمی 63 ساله نشریه پیک را سال 2012 در کلوب تأسیس داده، در مطلب‌هایش مقامات محلی را تنقید میکرد. در این بخش برنامه گزارشی از سرنوشت 2 نفر داریم که به امید روزی به جستجوی طلا به موضع شوکناوی خوالینگ رفته، ولی یکی فوتیده و دیگری در بیمارخانه بستری است. مقامات گفتند که آنها از دود انگشت زهرآلود شدند. در کانی شوکناو در ناحیه خوالینگ ختلان دهها شرکت و هزاران نفر به جستجوی طلا مشغولند. همکارم محمود جان رحمتزاده گزارش می‌دهد. در کارخانه استخراج طلای نقش در ناحیه خوالینگ 2 نفر زهرآلود شده اند. یکی فوتیده، دیگر در بیمارستان بستری شده است. حادثه شب 5 ینور اتفاق افتاده است. قربانی مهراج‌الدین اکابیروفی 27 ساله است. یک منبع از مقامات ملیسا در ناحیه خوالینگ روز 9 ینور در صحبت به رادیو آزادی گفت که این هر دو شبانه در بخاری انگیز سوختند که ظاهراً دود آن خارج شده سبب فاجعه شده است. همان کارخانه ها برای کارگرانشان بودکه اتاقهای خرد آورده اند. درون آنها بخاری دارد و با انگشت گرم میکنند. شب پیش از خواب انگشت میاندازند و از دود زهرآلود شده اند. یک نفر فوتیده است و دیگرش زهرآلود شده است. صبح کارگران دیگر آمده از حادثه خبردار شده رهبریتشان را خبر میکنند. گفت منبع. مهراج‌الدین اکابیروف زاده جماعتی سریچشمه ناحیه شمس‌الدین شاهین بوده، با خانواده‌اش در دهه شاهنبری شهری حصار زندگی می‌کردند. با گفته منبع بعد آگاهی هر دو زهرآلود شده را به بیمارستان ناحیه خوالینگ می‌برند. بعد تشخیص مهراج‌الدین را برای دفن به زادگاهش برده اند و همراه نجاری یافته‌اش در بیمارستان مانده است. در شفاخانه ناحیه خوالینگ در صحبت کوتاه گفتند که نفر زهرآلود شده از بیمارستان رخصت شده است. در جماعت شوکناوی ناحیه خوالینگ یکی از کان‌های بزرگ طلا در تاجیکستان جایگیر است. ساکنان برای کار از منطقه‌های گوناگون به این کارخانه‌ها می‌آیند. اما سالی نیست که خبری مرگ ساکنان در این منطقه طلاخیز رسانه‌ای نشود. بیشتر وقت مقامات سبب مرگ ساکنان در شوکناو را رعایت نکردن قاعده‌های امنیت عنوان می‌کنند. اما با وجود این صدها ساکن خوالینگ و ولایت ختلان جان خود را در خطر مانده به این موضع می‌آیند و طلا می‌جویند و با کاری خطرناک و سنگین اما پردرآمد عروبه زندگیشان را می‌چرخانند. با گذشت یک ماه سقوط حکومت بشار اسد در سوریه، وزیر امور خارجه فرانسه گفت اتحادیه اروپا در پی برداشتن بعضی تحریم‌ها به ضد سوریه است. هدف از این کمک در برقراری اقتصاد است که در عهد حکمرانی خانواده اسد بیمار و ضعیف شده است. گزارش را از خبرگزاری رویترز همکارم طاهری سفر تقدیم می‌کند. فرانسه و منابع در اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفتند تحریمات به ضد سوریه ممکن است به زودی برداشته شود. اگرچه یک ماه از سقوط حکومت خانوادگی بشار اسد گذشت، ولی این تحریمات هنوز مانع برقراری اقتصاد و رسانیدن کمک‌های بشری به سوریه می‌شوند. ژان نوئل برات وزیر امور خارجه فرانسه گفت لغو بقیه تحریمات از عملکرد رهبران سوریه وابسته است که تا کجا حکومت فراگیری تأسیس می‌دهند. محمد بدیر ساکن دمشق میگوید اقتصاد و احوال مردم سوریه بهبودی می‌خواهد. وضعیت نظر به گذشته بسیار بهتر است، ولی بعضی ملاحظات هست. پیش از همه تمام مردم خسته شدند. من به تمام قرارهای نو احترام میگذارم و به آنهایی که جدا کار میکنند. من به همه چی احترام قائلم، ولی مشکل این است که مردم خستند و درآمدشان کم است. الاشخاص اللي عم تشتغل بجدیه. پروازهای بین المللی به دمشق پایتخت سوریه روز 8 دکبر از سر گرفته شد. بار اول پس از سرنگون شدن بشار اسد به دست آشوبگران. باسم حریری 10 سال باز در وطنش نبوده است.
من یک افسر پلیسی دیگر اندیشم. سال 2012 سوریه را ترک کرده دیگر برنگشتم. خوشحالیم را تصویر کردن نمیتوانم. باید معجزه میشد که من از طریق فرودگاه دمشق برمیگشتم و این معجزه شد. زندگی به این محله شهر دمشق پس از سالها به حالت عادی برگشت. آینده سوریه ولی ناروشن است. نیروی برق به سختی تامین می شود و بسیاری از محله ها روزانه فقط 3 یا 4 ساعت نیروی برق دارند. وزیر اقتصادی حکومت موقت روز دوشنبه گفت که تحریمات نمیگذارد سوریه برای خرید مواد سوخت، گندم و دیگر مواد ضروری قرارداد ببندد. دیپلمات‌های اروپایی با شرط ذکر نشدن نامشان گفتند وزیران خارجه کشورهای اتحاد اروپا آخر ماه ینور درباره برداشتن بعضی تحریمات به ضد سوریه گفتگو می‌کنند. با گفته دو دیپلمات، هدف برداشتن مانع‌ها برای بازگرداندن پل‌های سوریه، آسان کردن پرواز هواپیماها و کاهش تحریمات ساحه انرژی است تا تأمینات با نیروی برق بهتر شود. حکومت آمریکا روز دوشنبه تحریمات برای معاملات مالی با سوریه را برای 6 ماه به اعتبار کرد. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان آخر سال گذشته وعده داد که اقتصاد کشور تا 10 یا 12 سال دیگر اقتصادی سبز خواهد شد. همکاران ما این موضوع را چند پیش تحقیق کردند و گزارش را یکجا می‌بینیم. در کوچه‌های دوشنبه و اطراف آن چنین دودی غلیظ انگشت سنگ را که برای گذارش به اقتصاد سبز مانع ایجاد می‌کند دیدن ممکن. بیرونتر از پایتخت یا در مناطق دیگر کشور وضع از این بدتر است. استخراج و استفاده روزافزون انگشت به نظر ناتالیا ادریسووا کارشناس مسائل زیست محیطی مخالف گذارش به اقتصاد سبز است. چند ده ساله اخیر ما شاهدی افزایش فعال در تولید کثیف‌ترین منبع انرژی انگشت هستیم. کارخانه‌های انگشت سنگ تا رفت بیشتر ساخته می‌شوند که در اصل ما را از مفهوم اقتصادی سبز از تأسیس جای‌های نوی کاری دورتر می‌برد و ما وقتی گرانبها را از دست می‌دهیم. البته ما با سرمایه‌گذاری‌های چین وابسته ایم و آنها به طور فعال تولیدات کثیف خود را به کشورهای آسیای مرکزی صادر می‌کنند. در حالی که صنعت‌های عظیم جهان تدریجاً از استفاده انگشت دست می‌کشند و به نوع‌های مدرن و کمزیانی وسایل انرژی رو می‌آورند، در تاجیکستان تمایل برعکس است. استخراج این سوزشواری به بیشتر از 2 میلیون تن رسیده است که در سال 2023 تنها 7% آن به خارج صادر شده، باقی در داخل کشور استفاده شده است. تنها طلبات مرکز برق و گرمایدهی دوی دوشنبه به انگشت حدود 1 میلیون تن است. ده‌ها کارخانه دیگر استحصالی نیز فراوان از این نمود سوزشواری آلوده کننده محیط زیست استفاده می‌برند. در انستیتوت اقتصاد و دموگرافی اکادمیای علوم گفتند تاجیکستان عهده‌دار شده است که با نظرداشت گزارش به اقتصاد سبز استخراج و استفاده انگشت را کم کند، ولی دست یافتن به چنین کار در سالهای نزدیک آسان نخواهد بود، زیرا فعلا انگشت یکی از منابع اساسی است. То, что касается угля, да, будет постепенный переход, поэтому стратегия. در مورد استفاده انگشت در برابر گزارش به اقتصاد سبز باید همین رو گویم که ما تدریجاً به اقتصاد سبز می‌گذاریم. از این رو استراتژی تا سال 2037 پیش بینی شده است. یعنی چنین روندی که فردا باید از انگشت دست کشیم غیر امکان است. ما آن را استفاده می‌بریم، ولی باید تکنولوژی نو را برای پالایش و کم کردن ضرر آن جاری سازیم. با مرور زمان البته به انرژی آفتابی می‌گذاریم. اینها برای تاجیکستان منابع بزرگ هستند. روشن است تاجیکستان برای حل این مشکل در برابر گزارش به اقتصاد سبز چه دورنمایی دارد. در وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو از شرح موضوع خودداری کردند. وجود چنین مشکل در حال است که امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بارها از منبرهای سطحی بین‌المللی در مورد تلاش کشور برای دست یافتن به اقتصاد سبز تا سال 2037 صحبت کرده است. با اطلاع رسمی تاجیکستان برای مطابق سازی کشور با تغییر اقلیم و گزارش به اقتصاد سبز به 96 میلیارد دلار نیاز داشته است. بعضی از سازمان و نهادهای مالی از جمله بانک آسیای رشد، بانک اروپایی، آژانس آمریکا در مورد رشد بین‌المللی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های وابسته به رشد اقتصاد سبز در تاجیکستان خبر داده بودند. مقامات دقیق نمیگویند که چقدر پول دریافت کردند و خرج مبلغ‌ها تا کجا درست و شفاف صورت گرفته است. برنامه به پایان رسید. خدا نگهدار.